مهم است که همه 8 میلیارد آدمان لایحه جمعیت سازنده را شناسند و دستگیری کنند. چطور این را کردن ممکن است؟ از چه سر کردن؟ درباره جمعیت سازنده با عائله، دوستان، همسایه ها، همکاران، عموما با همه شناسان تا مبادله کنید. معلومات درباره جمعیت سازنده را در شبکه‌های اجتماعی مبادله کنید. شما می توانید در زیر ویدیو شرح‌ها نویسید، بلاک‌های ویدیویی ثبت کنید، پیام‌ها نویسید و آنها را در عام مبادله کنید. بانرها در وبسایت‌ها و اکانت‌های شخصی خود جایگیر کنید. بگذار شبکه‌های اجتماعی با معلومات درباره جمعیت سازنده ترکن و هر یک کاربر شبکه این خبر را در تمام جهان پهن کند. من با یک گروه کلان والنتیران کار میکنم و ما اکانت رسمی جمعیت سازنده را داریم. من علاقه 60 ساله مندوبیم و بلاگر هستم. در پست‌های خود من درباره جمعیت سازنده سخن میرانم. سلام دوستان، نام من گپو کوتسک، من آشپز هستم. خبر دادن مرحله اول و دشوارترین در بنیاد جمعیت سازنده است. از این رو کوشش می نمایم که در هر فرصت درباره جمعیت سازنده سخن رانم، خواه واخوری با آدمان گوناگون، مهمانان و غیره، زیرا هر یک شخصی که من با او معاشرت میکنم میخواهد در صلح، محبت و شکوفایی زندگی کند. بپوشید لباس با لوگوتیپ جمعیت سازنده با مانند فوتبالکا یا بیسبالکا. ما سویترها، فوتبالکاها، مایکاها، سرپوشها را استفاده میبریم. کارتچکا را با لوگوتیپ و سایت تقسیم میکنیم. شما همیشه در ترند هستید اگر لباس های شما لوگوتیپ جمعیت سازنده داشته باشد. با ما تنها جمعیت سازنده لازم است. جمعیت سازنده در حولی خود علامت گذارید. در ماشین خود نکلیک با لوگوتیپ جمعیت سازنده گذارید. ولسیپید خود را با لوگوتیپ آرا دهید. خوب چنان که میبینید من یک فوتبالکا دارم که در آن جمعیت سازنده چاپ شده است. بله این یک راه است. من اینچنین در ماشین نکلیک کردم. در آن گفته می شود که جمعیت سازنده و در اینجا رمزی QR کد موجود است که آدمان می توانند اسکن کرده به صفحه اول وارد شوند. من جمعیت سازنده را دستگیری می کنم و هر روز مردم را درباره جمعیت سازنده خبر می دهم. خیلی که می بینید در ماشینم و حتی در رقم دولتی. سلام از نیدرلندی. ما والنتیر هستیم و ما توسط گذاشتن این نکلیک در دوچرخه خود خبر را درباره جمعیت سازنده پهن میکنیم. در حقیقت در نیدرلند دوچرخه ها از آدمان زیادند. از این را تصور کنید که انتشار چنین پیام ها درباره جمعیت سازنده هش اساس و از کجا می توانید با استفاده از رمز QR کد معلوماتی بیشتر را به دست آورید تا چه اندازه مهم است. در قهوه‌خانه ها، آفیس‌های طبیبان، در مغازه خوراکواری، در سرتراشخانه ها درباره جمعیت سازنده معلومات گذارید. بله در همه جا، حتی در بالای هواپیما. امروز ما در برلین هستیم. در قهوه‌خانه ایتالیایی درباره جمعیت سازنده فیلم به نوار میگیریم. ما با آشپز و صاحب این قهوه‌خانه درباره لایحه نقل کردیم و او با آن شوق و حوث زیاد پیدا کرد. لطفا ایده جوانانی را که برای همه ما جهانی بهتر مبارزه
میبرند و پیشبری میکنند دستگیری کنید. امروز من در کافدره جراحی کودکان هستم. زیاده از 3 هفته است که برای طبابت با پسرم در اینجا هستم. چنین رفتاری خردی که با آدمان خبر داده ممکن است تقدیر بسیار آدمان را تغییر داده میتواند. نمیدانید که تر را از کجا دسترس کنید؟ این سوال الکی حل شده است. تنها به سایت جمعیت سازنده در بخش طرحبندی ها درآیید و آنی را که به شما معقول است انتخاب کنید. پس بیایید تمامی کاری از دست ما می آمدگی را کنیم تا که جمعیت سازنده را زودتر برپا کنیم. درباره جمعیت سازنده شعرها، سرودها ایجاد کنید، فیلم های کوتاه، یادداشت‌ها و حتی شوخی ایجاد کنید. مثلا در کاغذ حاجتخانه شما می توانید عباره را چاپ کنید. اگر جمعیت سازنده را دستگیری نکنید به من نرسید. اگر شما صاحب تجارت باشید در سایت خود بنرهای جمعیت سازنده جایگیر کنید یا به محصولات خود لوگوتیپ اضافه کنید. نشان دهید که شما به همه آدمان غمخواری میکنید. از بس که من در اتلیه کار میکنم، من میواسطه در جای کار به مردم خبر میدهم. یکی از راه‌های زودترین رسانیدن معلومات درباره جمعیت سازنده توسط وزارت اخبار عامه می باشد. در تاکشوها، پادکست‌ها، خبرها یا یگان برنامه دیگر اشتراک کنید و درباره جمعیت سازنده و منفعت‌های آن صحبت کنید. این چیزی مهمتر است که من در حیات خود کرده می توانم. این چیزی مهمتر است که من برای تمام انسانیت کرده می توانم. ما همزمان مهمانان برنامه رادیوی وقتی حکایه در کانال رادیو ایتالیا بودیم و درباره جمعیت سازنده صحبت کردیم. شما چنین می توانید درباره جمعیت سازنده در مقاله ها، روزنامه ها، مجله ها، در نقلیات جمعیتی و لوحه های تبلیغاتی اعلان جایگیر کنید. در تلویزیون هم محلی و هم جهانی خبری عالی، شبکه تلویزیونی سوراخ و حال پارچه و مصاحبه های برنامه های گوناگون را درباره لایحه جمعیت سازنده نمایش می‌دهد. لایحه جمعیت سازنده باید در همه جا باشد. در هر گوشه سیاره آن باید شناخته شود. این پلتفرم است که هر یک شخص می تواند درباره آن چیزی که او را شخصاً و همچون یک قسم جامعه به تشویش می‌آورد آشکارا سخن گوید. این آواز خلق است و محض آدمان دگرگونی دلخواه را به عمل می‌آورند. تنها یک جای ما می توانیم جهان را تغییر دهیم. متحد شده ما می توانیم جهان را بهتر کنیم. از این رو من همه را دوستان، برادران، خواهران دعوت می نمایم که اشتراکچی این لایحه عالی جناب گردند تا جهان ما را بهتر سازیم. ایجادکار باشید و راه‌های دیگری به جهان چطور خبر دادن درباره جمعیت سازنده را یابید. اما فراموش نکنید که همه چیز باید در دایره قانون باشد. آدمان درباره جمعیت سازنده هر قدر زودتر معلومات گیرند ما همان قدر زودتر در آن زندگی میکنیم. اگر با شرفانه زندگی کردن خواهید درباره جمعیت سازنده به همه نقل کنید. ما در پلتفرم یگانه پلتفرم جمعیت سازنده متحد شدیم و ما درباره ضرورت تغییر دادن سیستمی که حالا ما در آن زندگی میکنیم و استعمال کننده نگرانده شده است که در آن پول و قوت در مد اول می ایستد به سیستمی که در آنجا حیات انسان در مد اول میستد سخن میرانیم. من پرچم کلان دارم و هنگامی به موتورسیکل سوار شدن از این پرچم و پرچم‌های خرد با همه ایران دقت آدمان را به جمعیت سازنده جلب می‌کند. مارافون یک امکان خوب است که برای شهر دادن درباره این لایحه عجیب جمعیت سازنده.